امروز سالگرد تولد نیکا شاکرمی تبریک میگم و یادشون گرامی میگم. میخوام خواهش کنم اونایی که ایستادن بشینن تا مهمانان پشتی هم بتونن استفاده کنن. من خوشحالم که برای اولین بار و متاسفانه برای آخرین بار در خدمت شما و در طول فصل آخر هستم. امیدوارم که امشب برای من به خصوص شب بیاد موندنیه که در خدمت شما هستم و برای شما دارم میخونم. امیدوارم که در ضمن واقعا خوشحالم و بهتون تبریک میگم. من برای اولین باری که میبینم همه شما سر ساعت اومدین و در سالن نشستین. موزیشنای من همه حیرت زدن.
تعجب میکنن از اینکه برای اولین بار ما ایرونی‌ها سر ساعت اومدیم و منو روسفید کردیم. فکر میکنم این خصلت آلمانی‌ها در شما هم اثر کرد. مرسی از شما. خب let's go. برای خواب مصوم کمک کن بستری از گل بسازی، برای چشم هنگام برشم کمک کن با قلم گل بسازی، کمک کن سایه بودی از ترانه برای خوابم بیشم بسازی، کمک کن با برای زخم شب مرهم بسازی، بزن کنی تنهایی‌مونو میون سفره شب با من، بزن بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن، بزن کنی شب تمام بذار بین من و تو دستای گلی باشه واسه از خود گذشتن، به دنبال کدوم حرف و کلامی سکوت گفتن تمام حرفا تو رو از تپش منو به جشن نور و آینه بردی، چرا از سایه های شب بترسم خورشید رو به دست بس بردی، کسی به یاد من سایه پرد کسی کسی به یاد محصاهای پرپر، کسی تو فکر کوچیکم برای به فکر خوشهای خیلی در کسی به فکر خانی جاده های مهربه من مسافر از تو نگیرم، کمک کن تو کبوترهای خسته روی گربسته شاخه نمیرم، کمک کن از مسافرهای عاشق سراغ مهربونی رو بگیری، کمک کن تا برای هم بمونی، کمک کن تا برای هم بمیری، کسی به یاد محصاهای پرپر، کسی تو فکر کوچکم درآمد به فکر عاشقای دربدرها که غیر از ما کسی به فکر ما نیست، بذار قسمت کنیم تنهایی‌مون
انتظار دارم ازتون. من چون باید تمرکز کنم تا بتونم بهترینمو براتون اجرا بکنم، اگر قرار باشه بخوام رابطه برقرار بکنم، گلای زیبایی که خودتون گلی ازتون بگیرم، یادم میره چی دارم میخونم. من که میخوام خواهش کنم هر آهنگی رو که فکر میکنید بلدی بخونید و خارج نمیخونید با من بخونید. کدوم قصه که خواستن نبودن فاجعه بودن امنیت، تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوا که خفنی یه آسمون جدایی، اهل هر جا باشی قاصد شکوفه‌ای توی بحران دفتره ناجی قلب منی، ناجی آمیدان خوبه مثل من تو با هم سفر شدم، باره ببار من به دستم باره حسنی شکست تو بسای من باره بوی تو گرفته تن تو شکایه، چه خوبه مردان چه خوبه مثل ساکت هم سفر تو بودم، هم قدم جاده ها هم به سفر خوبه مثل تو با هم سفر شدم، منو با خودت بکن، من حریص رفتنم، عاشق خط عمر دشمن گذشتنم، منو با خودت بکن.
خاطرهایی رو تعریف کنم در مورد ترانه‌ای که میخوام براتون بخونم. یه روز دختر جوانی سالها پیش اومد به خانه من با یک گیتار در دست و این دختر یک ترانه بسیار زیبایی رو آورد و با گیتار برای من نواخت که من اگر پسندیدم اون رو اجرا کنم. وقتی برام نواخت و خودش خوند بسیار خوشحال شدم و گفتم همین رو میخوام و اون کسی نبود جز ژاکلین دختر دیگه. در ضمن میخوام این رو یادآوری کنم که من همیشه از کودکی از طرفداران صدای بیگن بودم و سعی کردم هر وقت میخوام اگر بخوام ادامه بدم به خوندن سبک و سیاق بیگن رو دنبال کنم و اون سبک پاپی که بیگن میخوند برای من بهترین نوع اجرا بود و من از اون به بعد همیشه هم طرفدارش بودم هم تقلید صداش میکردم. حالا براتون ترانه‌ای که ژاکلین بیگن برای من ساخته اجرا میکنم.
قدیما رسم بود خواننده های ایرانی و خارجی دعوت می شدن به دربار و براشون برنامه اجرا می کردن. من هم جزوی از این خواننده ها بودم که برای پادشاه ایران خودتو کنترل کن. و وقتی هر وقت برای محمد رضا شاه پهلوی بله به افتخارش اونجا برنامه اجرا می کردم اون وسط ها می گفت گوش اون کوهو بسن برای حالا میخوام کوهو به یادش براتون بسن.
مود سپریچوال بودم. تازه از مکه و هند برگشته بودم. از نظر خودم جزو چند تا ترانه‌ایه که بهترینای من. تو بزرگترین سؤالی که تو امروز بی جوابه، نه تو بیداری نه تو خواب، نه تو قصه و کتاب. برای دنیا رو گشتم، از میونه آتش و خشکی و دریا گذشتم. تو رو پرسیدم و خواستم از همه عالم آدم، بی جواب اومدم، اما حالا از خودت میپرسم تو رو باید از کدوم شهر، از کدوم ستاره بازی، از کدوم حال و کدوم شهر پرسیدم، دوباره پرسیدم. تو رو باید از کدوم گل، از کدوم گل خونه خوبی، تو رو باید با کدوم از کدوم حقیقه دوستی باید همیشه حاضر. تو رو باید از چی پرسی، از ته دره ظلم یا نوک قله خورشید. اینجا اونجا اونوره روز و فردا، اون درونه آبیه ها ته ذهن سبز صحرا، مثل زندگی مثل عشق تو همیشه جاری هستی، تو سراحت طلوع نفس هم بیداری مثل خورشید، مثل دریا روشنی و سراها، تو صمیمیت آبی واسه شستن چراها، باید همیشه حاضر. تو رو باید از چی پرسی، از ته دره ظلمم یا نوک قله خورشید. حس کردم تو نفسم، من تو رو
باید از کی پرسی، تو رو باید با چی سنجی، تو رو حس میکنم اما کاش بی چشمم تو رو دید. در فاصله 352 کیلومتر از اینجا در شهر فرانکفورت شاعری هست که هم شعر قبلی هم این شعری که میخوام براتون بخونم از ساخته های اوست. به افتخار اردلانه.
این سالن بسیار زیباست ولی صدای شما و جیغای بعضیاتون میپیچه. من نمیشنوم دارم چی میخونم. شما این همه رو نمیشنوید؟ میشنوید؟ من قربونتون برم که این همه واسه منه. هی کار منو سخت کنید، هی نذارید من خداحافظی کنم. بابا میخوام براتون یه خاطره ای رو تعریف کنم که قبلا در کنسرت‌های قبلی تعریف کردم ولی گفتم شاید شما نشنیده باشید و منم چون تو هانوفر نبودم دستم بشکنه که نبودم ولی میخوام براتون این خاطره رو تعریف کنم. نگفته از این دنیا نرم. 16 سالم بود که اولین ترانه مستقلم هنرمند آهنگساز درجه یکی به نام پرویز مقصدی برای من ترانه قصه وفا ساخت که شعری از ایرج جنتی عطای نازنین. این همشهری من پرویز مقصدی روبش شد به من میگفتش که همشهری میگفت گوگوش جان گوگوش جان وقتی میری تو استودیو قشنگ میخونه اگه خوب بخونه این موهای تن من سیخ بشه میفهمم که خوب خونه و هر وقت من ترانه از پرویز مقصدی خوندم اومد تو استودیو گفت ببین حالا 2 تا از کاراشو میخوام براتون.
با من بدون همیشه نباشی من میمیرم نمیشه چه اشتباهی کردم که تو باور کردم چه اشتباهی کردم که تو باور کردم یه روز سرد پایین قلبون تو شکستی مثل هنوز گناه تو گونه نشستی بهار میاد دوباره تو زمان میاد مثل گل زینتی تو گونه میاد بازم به گل دوده میگی بمون همیشه میگی که بی تو میمیرم گلدون نمیشه چه اشتباهی میکنه حرفاتو باور میکنه چه اشتباهی میکنی حرف تو باور یه روز سرد پایین قلون تو شکستی مثل عروس گلها تو گونه نشستی بهار میاد دوباره تو زمان میارم مثل گل زینتی تو گونه میارم بازم با من بمون همیشه میگی که بی تو میمیرم قلبی گلدون نمیشه چه اشتباهی میکنه حرف تو باور اشتباهی میکنی حرف تو باور چه اشتباهی کردم حرف تو باور کردم چه اشتباهی کردم حرف تو باور خب میخوام ترانه‌ای رو براتون بخونم که جزو اولین دوره از کارهایی بود که با آهنگسازی هنرمند عزیز آهنگساز نازنین و خواننده البته و دوست دیرین من حسن شماعی زاده اجرا کردم. چند تا ترانه بود، همینی که میخوام بخونم. اولیش بود دوراهی، بعد شروع شد تو پنجره بود بابا خودتون رو کنترل کنید اصلا نمیگم، همینجوری میخونم میرم. این آهنگ که میخوام براتون بخونم بعد از 7 سال اومد تو لیست ترانه هایی که روی صحنه اجرا میکنم. این رو براتون میخونم. مسافران
گوشه کنی تو خواهده جاده آغوش شما کرده منو منتظر بوده که من باهاش بیام قصه تلخ خداحافظی رو میخونم این که قصه هم پشت سر گذاشتم همه عشقا خیلی سخته ولی چاره ندارم جاده فریاد میزنه
پریا اسمت پریا ای جون مرسی جون دارم. خب حالتون خوبه؟ ای جون خب میخوام یکی دیگه از ترانه‌های درخشان شماعی زاده و اردلان سرفراز براتون
موضوعاتی که برام جالبه اینه که اکثر کسایی که اینجا میبینم همه اوریج جوان دارن. یعنی بعد از شورش 57 فکر میکنم بیشتر. البته مایه افتخار منه که این همه جوان اینجا میبینم و صدای من. چون ممکنه خیلی از شما هنرپیشه معروف فرانسوی آلن دلون رو یادتون نمیشه. شاید هم هست. خیلی خوشتیپ بود. حالا چرا اینو گفتم؟ من و دوست عزیز هنرمندم شاعر و ترانه سرای عزیز و بزرگ ایران شهریار قنبلی ما دوتا ماهی بودیم. نه شوخی کردم. من شاه ماهی بودم، اون ماهی من شهریار چون همسنیم هر وقت فیلمی از آلن دلون میومد شهریار خیلی دوست داره فرانسوی حرف میزنه. آلن دلون فیلمش تو سینماست، میای ببین. منم که سر از پا نمیشناختم میدویدم. اولین ترانه‌ای هم که برام ساخت ترانه‌هایی که 16 سالم که 18 مثلا میخوندم میساخت شعر رو، مثلا یادم باشه یادت باشه مثلا این چیزا، یا دیگه عشقم واسه من ناز میکنه. الان دیگه زشته ولی دو تا از ماندگارترین کارهای مشترکمونو میخوام بگم.
واسه تو قدری ببرم پیش تو رازی ببرم واسه تو قدری ببرم پیش تو رازی ببرم جای خوبه واسه تحصیل بی تو باید هستی که من با تو باشم هستی سبزی خواهشه چشم تو با شکستن آشنایی این شکستن بی صدا هر صدایی که صدا نیست چشم تو با شکستن آشنایی شکستن بی‌صدا هر صدایی که صدا معمولا خواننده های مختلف وقتی ازشون تو مصاحبه ها یا تو برنامه ها میپرسن که کدوم آهنگ خودتون رو بیشتر از آهنگ های دیگه دوست دارید؟ آدما شما اجازه بده ما کارهایی رو میخونیم که مثل آدما باشه مثل آدما باشه از خواننده های مختلف وقتی میپرسن کدوم آهنگتون رو خیلی دوست دارید معمولا همه خواننده ها میگن
همه آهنگا مثل بچه های ما همشون دوست داریم. ولی من میخوام بگم یه آهنگه که من بیشتر از کارهایی که خوندم، البته همه رو دوست دارم، منم همه آهنگا مثل بچه های من. ولی البته شما میدونین که هر آهنگی رو که خوندم، هر آهنگی که در اختیار من گذاشته شده، هر آهنگی که آهنگساز و شاعر در اختیار من گذاشتن، بهترینشون رو به من دادن. این مشخصه. میدونم همه شما ترانه‌هایی که خوندم بیشترشون رو به جز حمدت بچه دیدم همه رو دوست داریم، میدونم. ولی من یکی هست، یه آهنگ هست که خیلی دوستش دارم، میخوام اینو براتون بستم. یه ترانه شادی هست که بازم شماعی زاده ساخته
ولی ویژگی این ترانه برای من از پارسال این است که وقتی این ترانه رو به صورت زنده در شبکه من و تو اجرا کردم، مهسا با من این ترانه رو میخوند و به قول دادم که هر زمان این ترانه رو خواستم بخونم به او تقدیم کنم. که در آخرین فیلم سینمایی که در قبل از انقلاب اجراش کردم، که البته بعد از انقلاب فیلم سینمایی نداشتم و نخوندم، ولی این ترانه در فیلم در امتداد شب اجرا شد از ساخته‌های اردلان سرفراز و آهنگساز افغانمون فرید زلال.
زمانی که همین چند سال پیش بعد از سالها اردلان سرفراز رو دیدم، رفتم به دیدنش منزلش، ازش اجازه گرفتم که به جای کعبه میگم خدا، آخه کعبه یه قوطیه دیگه، یه 4 دیواره با اون ما ترسیم میکنیم. خدا جا و مکان نداره، خدا در جا مکان. چه داریم؟ میخوام براتون یکی از ترانه هایی رو که سال 2000 وقتی بعد از 21 سال سکوت و خفقان به این ور آب اومدم، یک آلبومی رو تهیه کردم به نام زرتشت که این ترانه‌ای که توی این آلبوم بود به نام زرتشت رو میخوام براتون بخونم به چند دلیل. اولا که تقدیمش میکنم به گوهر عشقی، مادر سرکار عشقی و تمام مادران داغداری که طی این سالها فرزندان نازنینشون از دست دادن. یه دلیل دیگرش اینه که آهنگسازش خودمم. دلیل سومش اینه که میخوام آب بخورم.
اگر میخوانم که جرمم من نمیخوانم که جرمم در تن خوش سبزه ملک قدیمی که قدیمی تر ز تاریخم خواندنش که میتوانم جرم باشم که زرتشت با سرود آن سرزمین را کاشت با سرود آن سرزمین را من اگر ماندم برای بچه‌های جمع برای مادران حسیه گریه را آغاز خواهم کرد گریه را آغاز خواهم کرد صدایم را به تاریخ نسل خواهم داد و فریاد تو را زن خانمم ای سرزمین داده پسر داده که نخلت را نخورماست و پرنده
میگم بهتون همه کارهای زیبا، تنظیم‌ها، آهنگ‌ها، شعرها همه مال من. خب حالا میخوام یه 3-4 تا کار رو هم براتون بزنم. به باروش گفتم باروش من یه ترانه میخوام، یه آهنگی میخوام برام بسازی که کمی مونوتون باشه، یعنی بالا و پایین زیاد نداشته باشه. دوره بود که من خیلی به کارهای لئونارد کوهن گوش میدادم و دوست داشتم سبک کارش. وقتی که برای شب غریبان قرار شد که آهنگی بسازه، باور کن ساخته شد.
میخوام دوستان هنرمندم قبل از اینکه بقیه برنامه رو که دلگونتون نیستم دیر اومدن ولی زود نمیدن خب From Italy on drums Gianluca. Nafar Badi on keyboard from California, Jonathan. From Iran, Iranian, Aragat on guitar. On bass from Israel, Kafir. حالا بریم این ور صحنه from Japan. On percussion, Yunamiko. On flute, کشور همسایه from Poland, Antonina. From Armenia on violin, Lucy. از خاک پاک ایران دوست عزیزم آنچلو محسایه. بکینگ وکال بازم از خاک پاک ایران آرش آبی عزیزم. مرسی هنرمند نازنین خوش‌صدا. و from باز خاک پاک ایران رهبر ارکستر آن گیتار بابک سلیمی. Monitoring Masaki from Japan. Video take Eric. Light Gilbert.
with director Alex Ferrer, صدابردار هنرمند عزیز فرخ آهی، تهیه کننده این برنامه رها اعتمادی و رابرت دنوشی و برآخر خواننده گروه گذاشت. جون دلمی عشقی همتون عشقی بشینین کارتون دارم. آدرنالینتون زده بالا. آراگاز جان باره اینج بسه لابه قربونت برم چیزی بزن
حسرت من تنها صدا عشق زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی با حسرت یه قطره یه عمر که دریا از دور میبینم تو سرا بهار برای اسم تکن حرفی هم بسنه چرا دیونه جبه We'll be right back.